سلام، وقتتون بخیر. بابت خواب بندتون واقعا ممنونم. خیلی جالب بود با اینکه بهم زنگ نزده، پیام نداده، ولی بیشتر میبینمش. بعد جالب اینه که نزدیک خونه ما یه مغازه داره دیگه، الان دیگه اصلا نمیره، همون مغازهش میره استراحت میکنه، باعث میشه من بیشتر ببینمش. و جالبتر از همه اینه که وقتی بهم فکر میکنه گوشم زنگ میخوره، نگاه میکنم گوشیو میبینم آنلاین شده دیگه. همین که باز دوباره گوشم بخواد زنگ بخوره میفهمم که مثلا بیرونه. وقتی میرفتم بیرون تعجب میکردم، اصلا گوشم که زنگ میخورد میرفتم بیرون میدیدمش. خیلی برام جالب بود، خیلی. اینو دیگه واقعا من ندیده بودم. دستتون درد نکنه، واقعا ممنونم. با اینکه بهم هنوز زنگ نزده، ولی خب همین که میبینمش بیشتر میبینمش، دوست داشتم بهم فکر کنه و ببینمش. همین.